الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. برادران عزیز، بندگان خداوند و دوستان نهایت گرامی قدر، انشاءالله امشب درباره نماز نفل در خانه خواندن خوبتر بهتر است یا در مسجد یا در جاهای دیگر صحبت خواهیم کرد. خلاصه گپ همین است که یک انسان اگر نماز نافله خواندنی باشد، خوبتر و بهتر برای همین انسان این است که نماز نافله ش در خانهش بخواند. امام بخاری مسلم از حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه یک روایت دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند: صلوا ایها الناس فی بیوتکم. ای بندگان خداوند، ای امتانم، نمازاتانه یعنی نمازای نفلتانه در خانه هاتان بخوانید. فإن افضل الصلاة صلاة المرء في بیته الا المکتوبه. و بهترین نماز و در ثواب زیاد ثواب داشته نماز برای یک انسان نمازی هست که در خانهش بخواند، مگر فرض که او باید در مسجد بخوانش. از این حدیث مبارکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فهمیده می شود که هر انسانی که نماز نفل ش در خانه می خوانه خوبتر و بهتر و پاداشت زیاد نزد الله ذوالجلال داره از اینه که در دیگر جاها می خوانه. حضرت عبدالله ابن عمر روایت بخاری است که روایت میکنه حضرت که پیامبر خدا فرموده اند که اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم. شما از نمازهای نفلتان بگذار جزء اونها را که در خانه خوانده شود، یعنی نمازهای نفلتان در خانه بگذاره. ولا تتخذوها قبورا. مثل قبرستانی که مهجور است و هیچ کس اونجا نمی رود به خاطر نماز خواندن، خانه های خود را مثل قبرستان به نماز نگذارید، بلکه در خانه های خود نماز بخوانید. البته که امروز بسیاری از مردم می بینی که در مسجدها نماز نفل می خوانند. خوبتر و بهتر برای اونها هست که اگر تحیه مسجد نیست، نماز فرض نیست، باقی نمازهای نافله را در خانه هاشان بخوانند. این برای اونها بهتر و در راه پیامبر صلی الله علیه و سلم می روند. امام مسلم یک حدیثی از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند. این حدیث خیلی هم باز واضح تر است نسبت بر آن حدیث های گذشته. پیامبر فرموده اند که اذا قضى احدكم صلاته فی مسجده، وقتا که نمازتان در مسجد خواندید، فرض خود را بر جماعت ادا کرده در مسجدتان، فلیجعل لبیته نصیبا من صلاته. رسول الله گفتند که نمازهای نفلتان در خانه هاتان بخوانید. فإن الله جاعل فی بیته من صلاته خیرا. رواه مسلم. رسول الله گفتند که پروردگار متعال برای همین انسانی که نماز نافله در خانهش میخوانه
بسیار یک خیر و برکت زیاد داده است. فرزنداش نمازخوانی او را میبینند، اقتدا بر پدر و بر خانواده خود دیگر نمازخوان میشوند. اهل حدیث در شرح این حدیث میفرمایند که به سبب این نمازی که همین انسان در خانه میخواند، نمازی البته نافله، الله ذوالجلال رزق و برکات و امن و ایمان این خاندان از زیاد میگرداند. برای همین خاطر کوشش نمایید که خانه های خود را به نماز نگذارید. تا قدر توانایی از نمازهای نفلی که روز میخوانید یا شب میخوانید، همین نمازهای نفلی تانه در خانه هاتون بخوانید و قریب بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم همین است که نمازهای نافله در خانه خوانده شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.